در برنامه معرفی فیلم این هفته به یکی از تازه ترین محصولات سینمایی فراتر از تولیدات برادران وارنر، اثری از کمپانی سینمایی برادران وزارت اطلاعات میپردازیم. یک تریلر جنایتکارانه با سکانس های مهیج که فیلم های هالیوودی در برابر آن دوغ هم نیستند. در شروع با جوانی خوشپوش و خوش صحبت آشنا می شویم که دانشجو هم هست. ببخشید مزاحم شدم. میتونم جناب استاد فروزانو ببینم؟ شما؟ یوسف امینی هستم، ترم آخر کشاورزی، فوق لیسانس. خب امرتون، کارتون چیه؟ ببینید یه سری تحقیقات دارم راجع به اصلاح نباتات، پایان نامه دانشگاهیمه. میخواستم اگر زحمتی نباشه استاد فروزان اینا رو مطالعه کنن. اگه نظری داشته باشم به من بگن، خیلی ممنون میشم. جوان باشی، دانشجو هم باشی، با استادم کار داشته باشی، دیگه تمام. همین ویژگی ها نشان میدهد که پتانسیل فتنه پروری دارد. کارگردان در سکانس اکشن بعدی بیننده را از ابهام خارج کرده و زوایای پنهان فتنه‌گری را در وجنات و سکنات این عامل استکبار نشان میدهد. وای مامانم اینا، دیدی چجوری بسته بندیشون کرد؟ به جان خودم نباشه به جان من جواد ظریف، هالیوود شخصیت جیسون بورن رو از روی این یارو ساخته. بله، به این ترتیب مشخص شد که در پشت این ظاهر فریبنده یک تروریست خوابیده که کارگردان باید او را بیدار کند تا بتواند یکی از اساتید و دانشمندان نخبه نظام را ترور کند. اما چگونه؟ اینجاست که درام میترکاند. تروریست تصمیم میگیرد برای نزدیک شدن به استاد نخبه مخ خواهرزاده طرف را در یک سکانس آبگوشتی تلیت کند. دستتون درد نکنه، زحمت کشیدی. نه بابا کاری نکرد. بینی تو داره خون میاد. چیزی نیست، دستتون درد نکنه. با اجازه. راستی شما تونستین استادو ببینی؟ استادو؟ شما هم دلتون خوشه ها. شاید من بتونم کمکتون بکنم. اینگونه بود که خواهرزاده استاد خراب مرام تروریسته شد. اما برای اینکه تماشاچی خراب نشود و نصف کار فیلم را رها نکند تا به تروریست ها بپیوندد، کارگردان با استفاده از یک دوربین مخفی سریعاً ماهیت خانمان برانداز جوان دانشجو و نیت شیطانی او را برملا می کند. آقا اگه فیلم اینطوری ادامه پیدا بکنه یکی دو سکانس دیگه استاد کشته میشه و فیلم مجوز پخش پیدا نمیکنه. برادران گمنام وزارت اطلاعات هم که تا اینجا هیچ غلطی نکردند و فقط خماری آن را برای مقام عظمای ولایت گذاشتند. بنابراین کارگردان وارد می شود که طی یک درگیری بسیار خفن سرنخ ماجرا را از سوراخ سوزن وزارت اطلاعات رد کند.
شاید سوالتان شده باشد که ما چرا این فیلم مزخرف را برای معرفی انتخاب کرده ایم. این ابهام به این خاطر به وجود آمده است که سکانس بازجویی را ندیدید. سکانسی نفسگیر که خود من را در خلال تهیه این برنامه 2-3 بار تا آستانه خفگی برد. بسیاری از تماشاگران بعد از دیدن این سکانس تصمیم گرفتند خود را به برادران وزارت اطلاعات معرفی کنند تا از آنها بازجویی شود. داره چرت و پرت میگه، رسما داره مزخرف میگه، نمیخواد حرف بزنه. خب گفتی تا اون کوچه واسه چی رفته بودی؟ من به چه زبانی من جواب بده، من که اینو ازت نپرسیدم. یعنی تو واقعا رفته بودی تا کوچه منتظر رفیقت بودی که بیاد این آیسیا رو بهش بدی، اون وقت ما رو دیدی ترسیدی جیم زدی؟ بله. ببین من خیلی خوب میدونم تو کی هستی، من خیلی خوب میدونم اونا کی هستن. پرونده تو دست منه، تو جرم بزرگت آتش بازی توی چهارشنبه سوری بوده. الان اسمت تو این پرونده بمبگذاریه. بابا 3 نفر کشته شدن. تمام. اگه جای این متهم درب و داغون آیت الله بهشتی هم نشسته بود، با این بازجویی به رابطه خود با بیگانگان اعتراف میکرد. یکی از ویژگی های این فیلم خوشساخت استفاده بجا و ماهرانه از المان راپله است. حدود 70% فیلم به بالا و پایین رفتن بازیگران از راه پله ها اختصاص دارد. کارگردان با عنصر راه پله حسی نوستالژیک از پوچی را القا می کند. در این فیلم چندین انفجار و قتل رخ می‌دهد که هیچ ربطی به داستان اصلی ندارد و بیشتر شبیه رزمایش‌های نیروی انتظامی است. یک داستانی است در کنار داستان اصلی. یک سری میان ایران و چندین انفجار می‌کنند و خودشان را می‌کشند و تمام، که این نشان می‌دهد که برادران وزارت اطلاعات در نظام مقدس جمهوری اسلامی به شغل شریف سماق مکیدن اشتغال دارند. از آنجایی که توقف بیجا مانع کسب است، بهتر از ته فیلم را ببندیم. اما چگونه؟ با ترور استاد توسط تروریست خوشتیپ، آن هم با تکثیر انداز. اگر در حین تماشای این سکانس جذاب به یاد فیلم شغال افتادید، به گیرنده های خود دست نزنید. اشکال از گربه دل دزد فیلمنامه نویس است. و بهتر تحقیق و تحلیل رو پایه حمایت از محیط زیست و حق قانونی و مشروع ایران است. در این سکانس که همگی در آن عرق کردند، رایحه ولفجر 16 مشام هر بیننده ای را می آزارد. با دیدن این صحنه متفاوت، تماشاگر به 2 موضوع مهم پی میبرد. اول اینکه پلیس های نظام نیاز به تمرین تیراندازی دارند و دوم اینکه بیننده متوجه می شود که سایر دانشمندان هسته‌ای چگونه به قتل رسیدند. از آنجا که من خودم توان دیدن این صحنه را ندارم، از خدمت شما مرخص می شوم و اکنون شما را با کارگردان و 7 جد و آبا و فک و فامیلش تنها می گذارم. راحت باشید.
اگه اهل قصه نیستی ای که